حديث نمبر 16. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: قل آمنت بالله ثم استقم. بر یک صحابی میگه که قل بگو آمنت بالله، ما به الله ایمان آوردم. وقتی که میگه آمنت بالله که ما به الله ایمان آوردم، ثم استقم، باز در امو ایمانت استقامت داشته باش. رواه مسلم. این حدیث امام مسلم نیشابوری رحمت الله علیه روایت کرده. از این حدیث ما شما چی درس میگیریم؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما درس استقامت میده. یعنی وقتی که انسان آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت، ایره میخوانه، به الله و به پیغمبرش و به کتابهایش و به روز قیامت و به چیزایی که دیگه هست دیگه ایمان میاره. دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شما باید استقامت داشته باشین. یعنی وقتی که سرتان سختی ها میایه، مشکلات میایه، درد و رنج میایه، دو دیگه زود اظهار خستگی نکنین، بلکه دمو چیزی که ایمان دارین و با چیزی که الله و رسول شما را امر کرده به او عمل بکنین و استقامت بکنین. و استقامت چی میگه؟ که انسان در امو چیزی که ایمان داره در مسائل ایمانیات به قرآن و سنت چی همیشه متمسک باشه و هیچ وقت عمل به او ترک نکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.